مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت سوءقصد به کشتار زن و فرزند از جانب پدر جوئل خبر داد. بنا به اطلاع رسمی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 36 ساله ساکن جامی با گمان سوءقصد آدمکشی دستگیر کرده شد. نام برده 24 می سال 2023 تخمینا ساعت 14:30 در منزل استقامتیش از سبب مناقشه به میان آمده با کارت آشخانگی در دستش بوده 2 مرتبه به بدن همسرش زن 36 ساله ساکن همان جا زده. باز با این قناعت نکرده با کارت با عضوای مهم بدن دختر نابالغ 12 سالش یک چند مرتبه زده است. در نتیجه همسر و دختر نابالغش جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در شعبه احیاگری بیمارخانه بستری گردیدند. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی درباره این حادثه و سبب‌های قصد جان زن و فرزند خودش کردن این مرد جاهل تفصیلات دیگر نداده، تنها گفته است که اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک از جمله همسران از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست می‌رسند. کشتار و قصد کشتار همسران از دست شوهران طوری از نتیجه‌های تفتیشاتی برمی‌آید اساساً در زمینه رشک صورت می‌گیرند.